سلام دوستان، در این ویدیو قصد دارم تبدیل درجه به رادیان و رادیان به درجه رو برای شما آموزش بدم. برای این کار ما نیاز به یک فرمول داریم که بتونیم این واحدهای اندازه‌گیری زاویه رو به همدیگه تبدیل کنیم. فرمولی که استفاده می‌کنیم به این صورت هست: D به معنای درجه به روی 180 مساویه با R به معنای رادیان به روی پی. این فرمول برای هر دو حالت استفاده میشه، چه بخواین درجه رو به رادیان و چه بخواین رادیان رو به درجه تبدیل کنیم. خب مثال حل میکنیم که بهتر مطلب رو درک کنیم. فرض کنیم ما میخوایم زاویه 60 درجه رو به رادیان تبدیل کنیم. الان باید به جای دی بذارم 60، پس می نویسم 60 به روی 180 مساوی R به روی P و از اینجا با یک طرفین وسطین کردن و حل معادله ما میتونیم مقدار R رو به دست بیاریم. دو طرف رو یعنی 60 رو ضرب در P میکنیم، چون مجهول ما R هست میخوایم R رو به دست بیاریم. پس 60 ضرب در P در صورت نوشته میشه به روی 180. از اینجا به بعد دیگه ساده کردنه، میتونید صفرها رو با هم بزنید و 6 و 18 هر دو به 6 ساده میشه که جواب برابر میشه با پی سوم. پس به این ترتیب ما متوجه میشیم که 60 درجه برابر با پی سوم رادیان هست. حالا یک مثال هم برای تبدیل رادیان به درجه میتونیم الان حل کنیم. فرض کنیم میخوایم زاویه پی 4 رو که یک زاویه بر حسب رادیان هست به درجه تبدیل کنیم. دو مرتبه از همون فرمول بالا استفاده میکنیم. در فرمول دی مجهوله، میخوایم دی رو به دست بیاریم، پس می نویسیم دی به روی 180 مساوی به جای آر میذاریم پی 4 به روی پی و چون دی قراره به دست بیاد پی 4 رو ضرب در 180 میکنیم. جواب تقسیم بر پی میشه. البته توی مرحله قبل میتونستید پی رو با پی بزنید، حالا اگر هم ساده نکردید اینجا میتونید ساده کنید. خب اینجا این پی با این پی ساده میشه، 180 رو هم تقسیم بر 4 میکنید یا ساده میکنید، 4 به 4 1، 180 به 4 برابر میشه با 45 درجه، یعنی پی 4 رادیان برابر با 45 درجه است. برای تبدیل رادیان به درجه یک راه تستی و سریع هم وجود داره. راه سریعش این هستش که شما در فرمول به جای پی عدد 180 را قرار بدید. فرض کنید که ما میخوایم عدد 3 پی 4 یا زاویه 3 پی 4 رادیان رو به درجه تبدیل کنیم. من اینجا میتونم از اون فرمول استفاده نکنم، به جای فرمول این کار انجام بدم، بگم که 3 ضرب داره، چون بین 3 و پی علامت نیست یعنی ضربه، به جای پی بذارم 180 و تقسیم بر 4 کنم و اینجا ساده کنید. میتونید 4 رو با 180 ساده کنید، 4 به 4 1، 180 به 4 میشه 45 درجه و بعد 3 رو ضرب در 45 درجه کنید که جواب میشه زاویه 135 درجه. زاویه اگه منفی هم بود مثل زاویه مثبت شما باید تبدیل کنید، فقط اون علامت منفی رو تا انتها باید بذارید. فرض کنید زاویه منفی 120 درجه رو میخوام به رادیان تبدیل کنم. فرمول دی به روی 180، به جای دی میذارم منفی 120 به روی 180 مساویه با آر به روی پی. همینجا میتونید در واقع این دو تا عدد رو ساده کنید، صفرها رو با هم بزنید، 12 و 18 رو هم هر دوتا رو به 6 میتونید ساده کنید. 12 به 6 میشه 2، 18 به 6 میشه 3. حالا میخوایم مقدار آر رو به دست بیاریم، بنابراین میگیم آر مساویه با منفی 2 پی سوم. امیدوارم که این ویدیو برای شما مفید واقع شده باشه. لطفاً در صورت مفید بودن لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید. موفق باشید.